وزیر پروردهیه اسرائیل نفتالی بنت ده هفدیتنک روزنامه‌وانی لگل کانالا BBC راگهاند که او مجولن به درستکرنا هفپیمانیه که لگل هجمارک ولاتین عربی لدیجی ولات ایرانه. بنت اماجه کرد که هفکاری و هفپیمانی لگل ولاتین عرب لدیجی ایرانه با آوایکیه که دبرجواندیا هفبش یا هموان تدهبه. بنت دوی درباره دا گوت که او مجولی پیکانی ناوی هفپیمانیه نه جبر او به هفپیمانی لگل ولاتین عربی به ارمانجا کنترول کرنا دستریجین ولات ایرانیه جبو برجواندیا وان ولاتان و گوت جی که ایران بهتر ایریشی اسرائیل دکه لی اسرائیل جی خودان هیزه. دستیوردانن ایرانی لدوره و به حزبونا بنگهن ویلی سوریه و عراق و لبنان یکا جسده من سرکه جبو هولن اسرائیل جبو آفاکرنا و هفپیمانی لگل هجمارک ولاتین عرب. او هولن اسرائیل تا استکی به پیشوه چونه که شه سلمان شه عربستان السعودیه داخوازا ویکی کریه که بنیامین نتنیاهو سردانا ولات سعودیه بکه هفدم و محمد بن سلمان جی بشاندن جبو اسرائیل. هر دوی درباره ده کانال ده یا تلویزیون اسرائیل بلاف کر که امریکا و اسرائیل به همان مبسته دریکفتنه که نهینی دنه و گهشتن آواکرنا 4 گروپان لدیجی ایرانه که آرمانجا یکی جوان گروپان او هول نهینی بدن دیجی بنگهن اوتونومی آنکو نووی ین ایرانه. شیرین کیلو آرک